دانش‌اندوزی نسل زمان استقلال در شرایط کنونی با نظرداشت وضع خوب مکتب و معارف و بنیاد کتابخانه‌های جوابگو به طلبات دور و زمان ما را واقعاً خوشحال می‌کند. مهینه میرزابیکова این نورس اکنون در دوران کمالات با زیرکی و هوشیاری، استعداد فطری، خوانش و دانش زیادش هنوز از محیط خانواده خود را چون یک فرد صاحب اندیشه و دارای افکار بلند وانمود کرده بود. نامبرده بیشتری وقت خود را در کتابخانه و مطالعه اثرهای تاریخی سپری می کند. او تا این دم کتابهای زیادی تاریخی را خوانده با دانش اندوخته‌اش وارد رقابت‌های ذهنی شده است. وقتی که در صنف پنجم می‌خواندم اولین مرتبه که فن تاریخ را به آموزشش سر کردم، از همان وقت شوق و رغبت من به این فن خیلی بررخت یعنی آغاز شده بود که این فن خیلی فن شوق‌آور می باشد و وقتی که موضوعهای این رو میخونی و خود را در یک دنیای دیگر حس میکنی، چقدر موضوع شوق‌آور دارد که از آن بهره میبری و از همان وقت من به این فن شوق و رغبت زیاد پیدا کردم و با معلمه هایم نیز مسئولیت کرده به المپیاده ها از همان وقت سر کردن میرفتم. بیشتر در مکتب معلمه ها کمک میکردن که در المپیاده من سزاوار جایها گردم و چون که این فنی تاریخ بیشتر در آن سال زیاد دارد، بیشتر سالها را از یاد میکردم و به نزد معلمه ها رفته به آنها یعنی فکر خودم را جواب میدادم و آنها به من کمک میکردن. تجربه ها ثابت ساختند که محیط سالم خانواده از هر لحاظ در رشد و کمال و تشکل شخصیت نسل نورس و جوان تأثیر عمیق میگذارد. این است که مهینه میرزابیکova دانش‌های ابتدایی را محض در حلقه پیوندان خصوصاً تأثیر پدر مهربانش از بر نموده است. او دخترک بسیار فعال بود در چهاربینی‌ها و المپیاده‌های فنی که در مؤسسه دایر میگشت اشتراک فعالانه میکرد و پیوسته از پی کتاب خواندن بود که با کتاب مطالعه میکرد. از سببی که پدر طبیب بود همیشه سعی میکرد که راه طبیبی را پیش نماید و خوشبختانه سال گذشته تاریخ مرکز ملی تحصیل حجتهایش را سپاریده و به کالج طبی جمهوریوی داخل گشت. بیشتر من را به کتابخانه پدرم تشویق میکنن. همه وقت میگویند که بیشتر وقت خود را به کتابخانه گذران، چون که آدم از کتاب خواندن بسیار چیزهای به خود مهم را میگیرد و همه این با کمک پدرم میباشد. در چندین المپیادهایی که در مؤسسه دایر میگشت اشتراک فعالانه داشت و با افتخارنامه و سپاسنامه ها نیز مشرف گردیده است. تأثیر حادثات و واقعات گذشته که در اثرهای تاریخی با صنعت بلند آفرندگی درج یافتند، مهینه میرزابیکova را بیشتر مطیع خود می کنند. همان گونه که خودی او ابراز می دارد، از همین ظرفیت ها سبب گردید که فن تاریخ را بیشتر آموخت و دانست و در المپیاده های فن تاریخ اشتراک کرد و صاحب مقام های ارزنده گردید. بیشتر در این فن به من حادثه ها یعنی بسیارتر حادثه های جنگی یعنی درباره دولت ها بیشتر به من پسند است که درباره یگان دولت ما میخونیم، معلومات زیاد پیدا میکنیم و این چنین به خودمان درسی زیاد نیز میگیریم. موضوع های خیلی شوق‌آور درباره دولت ها دارن که درباره اساسگذاری آنها، درباره خود آنها دولت، درباره شهرهای آن چگونه به کارها مشغول بودن میخوندم و به من خیلی پسند آمد موضوعهایش. از بس که پدر طبیب بود و من که صنعتکار هستم در دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان تحصیل کرده ایستادم و مهینه بسیارتر فن تاریخ رو نقض میدید و بسیارتر کتاب‌های تاریخ و حقوق رو مطالعه میکرد. من به فن تاریخ خیلی شوق زیاد دارم. به گفته پدرم من به سمت طب داخل شدم، اما نمیخوام که این فن رو نیز کنار گذارم و میخوام که بیشتر هم خونم. تاریخ هم در کار است به انسان. اگر شخص تاریخ وطن خود را نداند و بر وطن خود بیگانه است.
مهینه میرزابیک و با آنکه به فن تاریخ میل و رغبت بی اندازه دارد، راه پدرش را پیشه کرد و به مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی جمهوریوی واقع در شهر دوشنبه داخل شد. اما معلوم است که دلبستگی او به فن تاریخ بیشتر از پیشتر می باشد، زیرا برابر شامل شدن به مؤسسه مذکور او به گروه المپیادیستان پیوست شده در آزمون داخلی مؤسسوی که از فن تاریخ دایر شد سزاوار مقام دوم گردید. وقتی که به کالج آمدم در اینجا نیز با همراهی معلمه خود دلانگیز رجب به المپیاد رفتم، با همراهی همکورسان خودم هم نیز، و در آنجا سوالهای خیلی شوق‌آور بودند. به من خیلی پسند آمد، سوالها یگان مشکلی نداشتند و در المپیادای کالج ما نیز سزاوار جای دوم گشتم و مقصد دارم که باز از این هم بیشتر خوانده در دور جمهوریوی نیز از این هم جای نمایان را یعنی اشغال کنم. این دانشجو از روزهای اولی که به این مؤسسه قدم گذاشته است احساس می شد که در خاندان تربیت بسیار خوب گرفته است. خلق و آداب نمونوی، رفتار شایسته دارد. اینچنین به درس ها با آمادگی حاضر می شود. در وقت گذراندن آزمون داخل مؤسسوی برای انتخاب دانشجو به آزمون فنی از فن تاریخ خلق تاجیک برای دوره شهری ما در بین دانشجویان آزمون گذرانده از روی سنجش جوابنامه های سوال های تستی داده شده به میرزابیک و مهینه جای دوم را لایق دانستیم و امروز رفت آمادگی این دانشجو به دور شهری آزمون بسیار خوب است. آموزگاران مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی جمهوریوی حضور مهینه میرزابیک و را چون یک دانش آموز قابلیتناک و دارای افکاری روشن پدیده تازه برای هیئت آموزگاران و دانشجویان مؤسسه می دانند. میرزابیک و مهینه دانشجوی کورس یکم فاکولته کاری فارماسیوتی دانش و سویه بین‌نهایت بلند داشته ترتیب انتظام نمونوی دارد. در بین همکورسان و همسبقانش او برای عزت احترام خاصه داشته همه روزه در مشغولیت ها و درس های آموزگاران اشتراکی فعالانه دارد. دارای دانش سطحی بلند بوده همه جانبه در درس ها و مشغولیت ها سرتلاش و سرطلب می باشد. اینچنین در کارهای جمعیتی مؤسسه فعالانه اشتراک می کند و هنگام صحبت نطق والا دانش خوبی در مکتب میانه گرفته او احساس می شود. با ما آموزگاران مؤسسه های بعد از مکتب میانه کار کردن با دانشجویی که در مکتب میانه دانش خوب داشت در کارهای جمعیتی اشتراک میکرد بسیار آسان است. در نزد خانه‌مون کتابخانه با نام ادیب است که بیشتر من به آنجا رفته کتاب‌ها را نیز دسترس خود کرده مطالعه میکنم. در آنجا خیلی کتاب‌های شوق‌آور زیاد میباشند و کتاب‌ها را آورده مطالعه میکنم و باز برده در آنجا میسپرم. مهینه میرزابیک و حالا در رشته داروسازی تحصیل میکند، اما قصد دارد برای شرکت در آزمون جمهوریوی خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت همه جانبه آمادگی دیده نفوذ خود را میان داوطلبان این آزمون نیز نشان دهد. میخواهم که بیشتر زیاد خونم به آزمون‌های دیگر نیز آمادگی بینم، اینچنین باز به آزمونی که بهترین داننده اثرهای پیشوای ملت هست اشتراک کنم و سزاوار جای کردم. ما افتخار میکنیم که چنین دانشجوی با سواد با تعلیم در مؤسسه ما
گویم تحصیل علم دارد. من تا امروز بسیار کتاب‌ها را خواندم، از جمله کتاب تاریخی تبری، اینچنین کتاب با نام دولت سامانیان، اینچنین که معلمه به من کتاب‌های تستی زیاد داده بودند. در آنجا بسیار تست‌های شوق‌آور بود، آنها را مطالعه حالا کرده ایستادم که آمادگی به المپیادا را بینم. اینچنین باز کتاب‌هایی که در آنها سوال و جواب‌های تاریخی زیاد هستند، آنها را نیز می‌خوانم و با سوال‌های آن را به خودم سوال داده جواب می‌گیرم و همخیلی کتاب‌های زیاد را مطالعه می‌کنم و کوشش می‌کنم که بیشتر از این هم کتاب‌های زیاد را خوانم، از سرچشمه‌های تاریخی بیشتر به خودم بهره گیرم و کتابانی زیاده، به مثال کتاب تاجیکانی باباجان غفوروف را نیز مطالعه کرده به انجام رسانم. باید گفت که حالا در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی جمهوریوی واقع در شهر دوشنبه جهت دانش اندازی و از بر کردن نازکی های کسب و پیشه همه شرایط و امکانات فراهم می باشد. همچنین راهبریت مؤسسه مذکور برای دانشجویانی که در آزمون های سطح های گوناگون اشتراک کرده و صاحب مقام های ارزنده می شوند، امتیازهای هنگفت را نیز به راه ماندند. در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی جمهوریوی هم نسبت جوانان شرایط‌های بی‌نهایت مساعد برای آموختن علم و دانش، زبان آموزی، آماده کردن متخصصان ساحه میانه طب، تمام شرایط‌ها مهیا شدند. قید کردن به مورد است که دانشجویان ما از چنین شرایط‌ها پیوسته استفاده می‌برند. در برابر دیگر دانشجویان فعال مؤسسه میرزابک و مهینه میباشند که او پیوسته در مطالعه است و در برابر این در آزمون‌ها اشتراک می‌نمایند. نوابسته از آن که من در مکتب المپیاد از فن تاریخ رفتم، وقتی که در این المپیاد رفتم شوقم خیلی زیادتر شد و اینچنین که به کالج طبی جمهوریوی داخل شدم. در اینجا با توصیه معلمه عزیزم دلانگیز رجب به المپیاد رفتم و در آنجا نیز سزاوار جای نمایان گشتم. مقصد دارم که در دیگر المپیادها نیز اشتراک کنم، نه تنها در سطح جمهوریوی بلکه در المپیادهای بین المللی نیز اشتراک کنم، سزاوار جای نمایان گردم و افتخاری کالج خودمان باشم و از معلمه های خودمان خیلی مینداری میکنم و تشکر صمیمانه خودم را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایط خیلی خوب فراهم آورده است که ما پیوسته جوانان در پی آموزش علم باشیم. با باوری کامل میتوان گفت که در آزمون‌های جمهوریوی از فن تاریخ و دیگر فن‌هایی که به ساحه خود علاقه‌مندی دارد صاحب جا و جاهای نمونوی گشته آبروی مؤسسه ما را بلند می‌بردارد. استعداد و افکار مهینه میرزابک و را شریک درسانش نیز توصیف می‌کنند. از دید آنها مهینه میرزابک و به کتاب و کتابخوانی علاقه ناگسستنی داشته، همواره دیگران را نیز به این پیشه تشویق می‌کند. شاید همین دلبستگی دائمیش به کتاب و کتابخوانی باعث شده باشد که او در یک مدت کوتاه خود را چون یک فرد موفق معرفی نمود. میرزابک مهینه یکی از همکورسی عزیزی ما می باشد. وی در درس‌ها بسیار فعالانه اشتراک می کند و ما را بسیار حرمت و احترام می کند. معلمان این کالج را خیلی دوست می دارد و به درس‌های آنها فعالانه اشتراک می کند. در طول این ماهایی که من او را شناختم، وی خودش را به ما همچون یک دانش آموزی خیلی فعال معرفی نموده. میرزابک مهینه در آزمون تاریخ اشتراک نموده، نام گروه ما را بلند برداشت و ما از او بسیار امیدهای داریم. در یک مدتی کوتاهی که ما مهینه رو شناختیم، ما فهمیدیم که مهینه با کتاب
کتابخوانی خیلی علاقمند است و از همین معلوم است که هر کسی که کتاب میخواند آینده درخشانی دارد و ما با مهینه باوری کامل داریم که اون نیز آینده درخشانی است و برای آینده او چیزهای خوب تمنا داریم. من با کتابخانه ها بیشتر میروم و همکاری خیلی زیاد دارم. از آنجا کتاب های با خودم درکاری رو میگیرم و کتاب ها رو گرفته به خونه‌مون برده میخونم و آنها را باشد چیزهای درکاری هم باشد می نویسم، از یاد میکنم و برده برمیگردانم و باز کتاب های نو رو پرسان میشوم، آنها رو گرفته مطالعه میکنم. وقتی که من به المپیاد ها میروم در خود حس خوبی رو میبینم، چون که در اونجا هم رقیبان خیلی زیاد هستند و در خودم رو در برابر آنها یک شخص حس میکنم که مثل آنها هم خواندم و به جایهای نمایان آمدم و در آنجا نه اینکه برای هم رقابت هم باشد، میخواهم که رقیبان خودم هم در المپیاد نیز سزاوار جای گردن و در حسی خیلی خوب است که با همراهی رقیبان خودت به المپیاد ها میروی و جای هم میگیری و باز به دور دیگر رو خط میگیری. این خیلی حسی خوب است برای من. وقتی که در المپیاد ها من سزاوار جای میگردم در خانه پدر مادر مرا خیلی خوب استقبال میگیرن و همیشه به من توصیه های خوب میدهند که بیشتر هم کتاب خون، از این هم باز جایهای بلندتر رو گیری. در کالج هم باشد معلمه ها مرا تبریک میگویند، این چنین که در مؤسسه نیز سزاوار جایها گشتم. دیرکتوری مؤسسه مرا خیلی تحسین آفرین گفته که بیشتر هم از این خوانم و باز به دیگر المپیاد ها نیز آمادگی دیده اشتراک کنم. مهینه میرزابک و طول اشتراکشان در آزمون‌های سطح مؤسسوی، ناحیوی و شهری صاحب یک قطار جایزه، دیپلم، افتخارنامه و سپاسنامه و مدال‌ها گردیده، من بعد نیز بهره از خود نمودن جایزه‌های ارزنده‌تر تلاش و غیرت خسته ناپذیر انجام خواهد داد. از میرزابک و مهینه ما بسیار امیدی کلان داریم. آرزو داریم که در آینده یکی از متخصصان بهترین جمهوری در ساحه فارماسیفتی می شود و این چنین با انمین دانش، عزم و اراده قوی خود آبروی جمهوری تاجیکستان را در سطح بین المللی بالا می بردارد. با باوری کامل در آینده می توان گفت که میرزابک و مهینه همچون یک شخصی با آبرو و یاور فارماسیفت به وای رسیده به خلق و ملت خویش خدمت صادقانه می کند. باوری داریم که میرزابک و مهینه در آینده یک متخصص خوبی ساحه فارماسیفتی شده برای خلق وطن صادقانه خدمت می نماید. البته من هم چون برادر میخواهم که همیشه موفق و در جدای انتخاب گردیدهش که کسب طبیبی است موفق گردد. چطوره که پدر و مادر من میگویند در وقتی که آنها مکتب میخواندن چنین شرایط ها مهیا نبود و حالا باشد برای ما جوانان همه شرایط ها فراهم آورده شده است و وظیفه اساسی ما جوانان از آن عبارت است که پیوسته به آموزش مشغول شویم، چون که این چنین شرایط ها را نه هر کس درست و میخواهیم که از این چنین شرایط ها خیلی خوب استفاده بریم. من به همسالان خودم توصیه میدهم که پیوسته به آموزش علم مشغول شوند و از خود و به خود چیزهای لازمه رو از کتابخوانی گیرند، چون که در چنین دور زمان در چنین شرایط خواندن به ما خیلی در کار است. واقعا مطالعه کتاب بر رشد ذهنی هر فرد تأثیر مثبت رسانیده، در جهان بینی، تفکر و تذکر عاقلانه و خلاصه براری های منصفانه کمک بی‌دریغ می نماید. این است که مهینه میرزابک و با تشویق و ترغیب والدان و آموزگاران مؤسسه این شغل اجدادی را پیشه خود قرار داده، با از برنمودن سرچشمه های معتمد تاریخی مسیر آینده خود را منور ساخته است. ما به این خواننده و به نیرو و توانش باوری داریم. با حرکت هایی که دارند به مرتبه های بلند فردی رسیده افتخار جامعه می کردند.